این زمین را در مساحت 1 هکتار سبزوادهای گوناگون پوشانیده است. با قطعه‌های معین جدا کرده شده اینجا کارتوشک، پیاز و دیگر محصولات‌های آبچکاری از لحاظ اکولوژی تازه پرورش می‌یابند. با این محصولات طبیعت این منطقه زیبا گردیده. همه اینها محصول مهنت نورخان عظیموف هستند. بارشات باران‌های روزهای آخر ماه مارس و سبزش نیال‌های سبزوادها تاثیر خوب رسانیدند. باران‌های روزهای آخر برای همه محصولات خوجگی قشلاق، چه گندم، چه کارتوشک، دیگر چیزهای این به حد فایده کلان داد. برای آنکه دوره‌های پیش دخیر نبارید زمین‌ها قاقی بود، حوض نو زمین همون نرمای معینی نمی خچه گرفته که امی زراعت‌ها کار اساسی در آمدن. نورخان عظیموف انسان شریف و دهقانی اصیل به زمین مهر و محبت صمیمی دارد. زمین را سیر کرده صدقاً مهنت میکند. از همین رو با مهنت حلال از حاصل زمین همه ساله درآمد خوب میگیرد. حاصل نوکه اساس گفتم باید دهقان در زمستان کار کنه، زمین با کشت آماده کنه. اول در حالتی که زمین تیار نکنی و زورکی کشت کردی و نیمکولا کشت کردی و کاری حلال نکردی، حاصل نوکه پست میشه. با حاضر رو دوره آمده است که باید دهقان حاصل فراوان، حاصل بلند بگیره که امو چیورا بپشونه خرجات را. وقتی که حاصل نوکه پست شد نپشون، سال دیگه هوسمند نمیشه و دهقانی کنه. شما خرجات رو میپشونن؟ ما خرجات را میپشونه، فایده میگیریم. با سال دیگه شب برای نوری ها و نوری غیر مینرالی با ذخیره جمع میکنیم، زمین تامین میکنیم. این قطعه زمین را کار کردم و بعد یک روز مقصد شنیدن پرورده‌های سبزوادهای گوناگون را دارد. او در زمین‌هایش از تخمی استحصال خودی استفاده می‌نماید. در این قطعه زمین این محصولات را برای گرفتن تخمی نگاه داشته است. در قطعه زمین نزد حولگی منزل استقامتیش در مساحت 1 ساتیق در این گرمخانه پرورده‌های سبزوادهای گوناگون پرورش یافتند. این پرورده ها رو کوچانیده در زمین های برای کشت آماده نمودهش میشیناند. یک قسمی زمینم 2 حاصل میگیرم، یک قسمی زمینم خیلی حاصلای هست که ایامی اول ماه مای حاصل میتاد تا ماه اکتبر نوامبر. 50 سوتیخش حاصل یک وقته میکنیم که همو در روز حاصل میتاد. خیلی نه دیگه جدا تربو مثل کارتوشکا و همه دیگه چیزا میکنیم. 2 حاصله. 2 حاصله را هم فایدهش به حد کلونه، برای که چند قدری که حاصل یکم گرفتی با هم قدر دیگه او میگیری، او یک حاصله دام حاصل نوکیش زودتر میشه. استفاده زمینی نزد حولگی منزل استقامتی ساکنی دهه توگرک ناحیه واسع نورخان عظیموف هم نمونه عبرت می باشد. اینجا هر یک وجب زمین عاقلانه استفاده کرده شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.